شما هنوز خواب رفته استراحت میکنید. وقت و ساعت آن هم رسید که پسر آدمیزاد به دست گناهکاران تسلیم کرده شود. برخیزید، برویم. نگاه کنید، آن کسی که به من خیانت میکند نزدیک آمد. هنوز او سخنش را تمام نکرده یهودا، یکی از 12 شاگردانش، همراه یک توده کلان آدمانی که کلتک و شمشیر در دست داشتند، از جانب کاهنان کلان و پیران قوم رسیده آمد. خیانتکار با آنها پیشکی چنین شرط کرده بود: کسی را که بوسیدم همان شخص است که باید دستگیر کنید. یهودا راست به پیش عیسی آمده سلام استاد گویان او را بوسید. عیسی با وی گفت: ای دوست، نقشه‌ات را عملی نما. آنگاه آن آدمان عیسی را دستگیر کرده محکم داشتند. ناگهان یکی از همراهان عیسی شمشیرش را از غلاف کشیده به غلام سرکاهن حمله آورد و گوشش را بریده پرداخت. عیسی با وی گفت: شمشیرت را به جایش گذار، چون که هر کسی که شمشیر به دست می گیرد با شمشیر کشته می شود. یا به فکرت من از پدرم مدد طلب کرده نمی توانم؟ اگر طلب کنم وی در حال زیادتر از 12 لشکری فرشتگان را می فرستد. لیکن گفته های نوشتجات آنگاه چخیل اجرا می شود؟ آخر گفته شده است که همش همین طور باید روی دهد. بعد عیسی با آن توده آدمان گفت: مگر شما مرا راهزن فکر میکنید که برای دستگیر کردنم با کلتک و شمشیرها آمدید؟ من هر روز در معبد خدا نشسته تعلیم میدادم، اما شما مرا دستگیر نمی کردید. ولی همه این حادثه ها برای آن روی دادند که پیشگویی های پیغمبران که در نوشتجات آمدند اجرا شوند. آن وقت همه شاگردانش او را تنها مانده گریختند.